در ست خود مهمانان خیلی عزیز دارم. مسیح‌الله رحیق و سیالخان هستند. مسیح‌الله رحیق مربی فوتبال است و سیالخان که است یکی از ورزشکارای بخش فوتبال، خصوصا در رده سنی 14 سال است. مسیح‌الله و سیالخان، سلام بر دوتان، صبحتان بخیر. بسیار خوشحال هستم که شما رو می‌بینم. سلام علیکم السلام. سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز. امید که از طریق پرده تلویزیون ما را تماشا میکنن. یک برنامه خوبه با شما آغاز کنیم. سلامت باشید سیالخان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. زنده باشین. استاد، میم طرف شما میخوایم میره پرسان کنم، یک مربی فوتبال صبح خود چطور آغاز میکنه روزانه؟ بسیار خوب. یک مربی فوتبال صبحانه برنامه خود از قبل تعیین میکنه که ما برای صبح خود چی برنامه داره. درست. و قبلا هماهنگی می داشته باشه و صبح که خیز با یک ورزش خوب، با یک صبح بسیار دلنشین آغاز میکنه. نام خدا. بسیار خوب. سیالخان، امروز صبح تا خدا چطور آغاز کردین؟ امروز صبح بود شوا خواه کرده به فهمیدم که صبح یک برنامه داریم با خیز و روز به خوشی آغاز کرد. سلامت باشی، زنده باشی. استاد، میم طرف شما مربی فوتبال هستین. میخوایم از این پرسان کنم که دستاوردهای جدید و فعالیت‌های جدیدتان در چند بخش، خصوصا در چند وقت چی بوده و تازه هایش چی است؟ بسیار خوب. ما یک اکادمی فوتبال داریم که از سنین 10 سال است الی 23 سال. درست. و در این نزدیکی ها ما تانستیم قهرمان مسابقات 14 سال شویم. نام خدا. در مزون مرکز یعنی کابل. و در پولی از این ما مسابقه فاینال داریم، 12 سال پیش روی داریم که انشالله و رحمان سبا برگزار میشه و ما بتانیم یک نتیجه مثبت را حاصل کنیم و سبب افتخار شویم. نام خدا. سیالخان هم در رده سنی 14 سال بازی میکنه و کپ فکر کنم سیالخان براتون کمایی کرده. بله سیالخان کیپر ما از بسیار یک بچه با استعداد است. نام خدا. خودشان شما گفتین که سیالخان کیپر است یا گل کیپر است. چطور است؟ در دیگر بخشای زمین هم فعالیت داره، تنها کیپری میکنه؟ نه خیر، تنها کیپری میکنن سیالخان. کیپر هستن به خاطر که ما هر بخش معین است نه در فوتبال ما که داریم، هم شوق علاقه که داره به کیپری است و چه زحمت کش از زحمت میکشه ان شاء الله. و ما و شما متوجه شده باشیم در این بخش فوتبال کسایی که در گل کیپری یا کیپری شوق داشته باشن بسیار کم است. کلگی خوش داره که نوک حمله بازی کنه. خب این عموما تیگپ است که دروازه‌بانی بسیار کار مشکل است. دقیقاً. که به اصطلاح عامیانه بگم میگه زمانی که تو دفاعیت قوی باشه، یعنی خط دفاعیت قوی باشه، تو میتونی که نتیجه مثبت بگیری. اما زمانی که دفاعیت قوی نباشه و کیپر تو دروازه‌بان تو که از سنگربان تیم است، سنگربان تیم باید قوی باشه. به می خاطر بسیار مردم شوق دارن که زیاتر کسا شوق باید داره که من گل بزنم، خط حمله باشم. بسیار کسای کم است که شوقی دارن. خب بازم فرق میکنه. بعضی کسا هست که مثلا بعضی بازیکن‌ها هست که خط میانه را خوش داره، خط حمله را خوش داره، بعضی هم کیپری را خوش داره. این نظر به شوق علاقه خود بازیکن‌ها است که با کجا شوق دارن. نام خدا. سیالخان، در چند بازی کلین شیت داشتی؟ که خیلی بازی ما حساب نمی‌کنم. در خیلی بازی ما خوب بازی کردیم و کلین شیت داشتیم. نام خدا. در این بازیایی که 14 سال برگزار شد چند بازی کلین شیت داشتی؟ تقریبا یک دو سه بازی کلین شیت داشتم. و چند گل خوردی در این بازی‌ها؟ کم، چون گلا کلان بود و دفاع ما قوی بود. یک دو سه گل خوردیم. نام خدا. استاد، چقدر بازیکن شما دارین؟ چقدر بازیکن فعلا تربیت میکنین؟ تا کدام ردای سنی فعلا بازیکن‌ها رو تربیت میکنین؟ بسیار خوب. قسم که بیشترم با شما اشاره کردم از ما که از اکادمی است. اکادمی از سنین مختلف است، از 10 سال شروع الی 23 سال. 10 سال است، 14 سال است، 12 سال است، 16 سال است، 18 سال است و 23 سال. در حدود 100 نفر است که ما نمایندگی های مختلف داریم در سطح کابل و زحمت میکشیم. نام خدا. و خودتان دارای کدام لیسانس میباشین؟ ما مدرک دی فوتبال دارم و لیول 1 آسیا را دارم فوتسال. هم فوتسال ما فوتبال مسلکی آموختیم، یعنی هم اول کمیت خواندیم، باز مربیگری مقدماتی خواندیم، باز فوتسال خواندیم. یعنی یک ترکیب کردیم میره که از تونستیم نتیجه مثبت بگیرم و نتیجه خوب بگیرم. میایم ترکب کم صحبت داشته باشیم. چقدر تیما در این بازی ها اشتراک کرده بودن و مقام اول که شما گرفتین، مقام دوم و سوم کی گرفت؟ در این بازی ها 24 تیم شرکت کرده بودن. مسابقات 14 سال بود. زون مرکز کابل برگزار شده بود که این در 4 گروه بود و دانستیم ما خوشبختانه بگیم براتون که مقام اول کسب کنیم و مقام دوم تیم توحید گرفت که تیم خوب بود، تیم زحمت میکشید
و سرجم 24 تیم بودن. سرجم 24 تیم بله. بودن و گفتین که تیم توحید مقام دوم گرفته. بله. میایم پرسان میخوایم کنم که چند بازیکنتان در این مسابقات، یک کدام بازیکنتان در این مسابقات آقای گل شده یا از کدام تیم دیگه آقای گل شده؟ آقای گل هم خوشبختانه از تیم ما بوده که بسیار یک بچه زحمتکش است، بسیار یک بچه خوب است که از تیم ما بوده بود. نام خدا. بهترین بازیکن از کدام تیم بود؟ بهترین بازیکن از تیم جانب مقابل ما بود، از تیم توحید بود به نام یاسر. کدام قسمت بازی میکردن؟ حمله بازی میکردن. مهاجم بودن. نام خدا. سیال خان، خودت چطور شوق پیدا کردی که بیایی فوتبال کنی و خصوصا چطور شوق پیدا کردی که کیپر باشی؟ ما که اصلا بودم میدانی بودم وقتی که خورد بودم و در گل که ششتم دیدم که کسی قباسونی مرا گل زده نتونست و فهمیدم که استعداد مدمی کال است. نام خدا. قدش هم استاد بلند است، خوب فایده میکنه در بخش کیپری. بله، کیپرها عموما باید کیپرها قد بلند باشن. درست. بتونیم نتیجه خوب بگیریم. دیگه کدام خصوصیت باید یک کیپر استاد داشته باشه؟ یک کیپر باید 3 خصوصیات داشته باشه از نقطه نظر مربیگری. بسیار هوشیار باشه، هماهنگ کننده خوب باشه و قد خوب داشته باشه، یعنی توانش بلند باشه. درست. اگر این 3 خصوصیات یک کیپر داشته باشه میتونه یک تیم نتیجه مثبت را حاصل کنه. بله. و شما از بازی‌های 12 سال فعلا یادآوری کردین. صبا گفتین فاینالش است؟ بله، صبا بخیر بازی فاینال ما پیش روی داریم. فاینال 12 سال است که انشالله بتانیم فردا هم یک نتیجه مثبت را بگیریم. با کدام تیم در فاینال هستین فردا؟ فردا امروی تیم داودزی. و نتایج چطور است تا حالا خود ارزیابی میکنین و تیم داودزی ارزیابی میکنین؟ خب طبعا فوتبال یک بازی هیجانی است و چیزی که ما هم زحمت خود کشیدیم، تیم جانب مقابل ما هم زحمت خود کشیده. خب طبعا هر مربی استراتژی خود داره. درست. ما برنامه خود چیندیم، استراتژی خود انشالله پیاده میکنیم در میدان که صبح بتونیم یک نتیجه مثبت را حاصل کنیم. درست. و در حساب نتایج فعلا کدامتون بلند بودین؟ کدام تیم بلند بوده از نگاه گل زده و گل خورده و از نگاه کلین شیت ها؟ ارزیابی و دقیق کنم، هر دو تیم خوب بوده، هر دو تیم خوب پیش رفته، چون تیم هم زحمت میکشه. میدان فدراسیون فوتبال در اختیارشان است، تمرینایشان است و بازم ما خوب بودیم. درست. و مسابقات آینده چی در پیش رو دارین؟ پیش روی بخیر انشالله و رحمان مسابقات لیگ قهرمانان 14 سال برگزار میشه در کابل بخیر. ما به او آمادگی های خود گرفتیم و همچنین مسابقات 12 سال لیگ قهرمانان برگزار میشه. تنها زون مرکز است یا تمامی ولایت است؟ تماما ولایت ها 14 سال تماما ولایت ها. قسمی که شما اگر در جریان باشین فعلا در شمال شرق و جنوب غربی جاها مسابقات برگزار شده روز 14 سال که قهرمان و انشالله میان مرکز و در اینجا مامورای ما بازی میکنن و مسابقاتشان برگزار میشه و در پولیش هم 12 سال است. درست. چند تیم شرکت خواهد کردن استاد؟ خب امی 28 تیم است، از 28 ولایت تیمایش است و قهرمانای از یا زون بندی شده که 4 زون است نه؟ درست. 4 زون میشه که قهرمانای از یا حدود 8 تیم میشه بخیر. 8 تیم میشن. بله. سیال خان هم تو همیشه عاجز و آرام است یا در میدان شوخ است؟ چرا اینجا امروز هیچ صحبت نمیکنه که ما؟ سیال خان تو بچه آرام است، بسیار بچه لایق است، خوب بازی در میدان خود نشان میده. خب نام خدا. سیال خان در کدام بخش خوب قوی است؟ هدف ما از کیپری در فریکیکار خوب گرفته میتونه، پنالتی خوب گرفته میتونه یا به اصطلاح هم بگیم تک به تکار خوب گرفته میتونه؟ سیال خان در سیو بسیار خوب است. خب زمانی که یک فریکیک میشه بالای ما بسیار میتونه یک سیو خوب کنه، یک سیو عالی کنه، توپایی که سرش میتونه یک سیو بسیار جمع بسیار مقبول انجام بده. نام خدا. و امی اندازه گل در رده‌های سینی فرق میکنه؟ شما در اندازه گل مشخص میسازین یا کلش یک استاندارد میباشه؟ نه، اندازه گل در رده‌های سینی فرق میکنه. قسمی که پیشترم به شما گفتم از سنین 10 سال الی 12 سالی فوتبال پایه میگیم ما. درست. در فوتبال پایه برای اطفال است که اطفال میتونن که گلای بسیار خرد بر از یا اندازه میگیریم ما، نفرایشان خرد هر چقدر که بیا خرد باشه اونم قچی میکنه و پیشرفت میکنه یا قدرت توان ندارن که در اون میدانای کلان در اون گلای کلان بتونن فوتبال کنن. میدانایشون چی اندازه میباشه استاد؟ میدانایشون هم خرد میباشه 30 در 20 میباشه به اطفال و از او هرچه قسم کلان رفته میره اما میدانشان کلان. با از 14 سال که است میدانای کلان است، گلایشان 7 متر است. 7 متر است. بله. و از دست کیپر میرسه به گل
آخرین درجهش؟ حالا طبعا دیگه بعض تیم‌ها هست که کیپرایش میرسه، بعضی کیپرها هست که نمیرسه. خب چاره چیه؟ سیال چطور است؟ دستش میرسه؟ سیال دستت میرسه در آخرین اندازه گل؟ بله رسیده بالا؟ بله 2 متر است رسیده میتونه. نام خدا. قد خودت چقدر است؟ 1.80 سانتی. 1.80 سانتی. نام خدا اینو برابر ماست قدرت. نام خدا. استاد چطور است؟ شما چطور ارزیابی میکنین فوتبال جوانان نوجوانان فعلا در افغانستان؟ خب قسمی که شما میبینین افغانستان فعلا فوتبالش خوب است. تیمای ملی ما داریم، تمرینات خدا برگزار میکنن، سفرها داریم. انشالله که در سطح ورزش یک فوتبال چی که تماما ورزش ها خوب است، سفرات است، مسابقات خارجی دارن. خو یگانه چیزی است که اسپانسر نیست. درست. در هیچ رشته ورزشی اسپانسر نداره افغانستان. اگر ما بتونیم اسپانسر پیدا کنیم، چرا خوبترین قهرمانی ها را میتونیم حاصل کنیم، بهترین جوانان، بهترین ورزشکارا داریم ما در کشور خود. که ما اگر اسپانسر باشه ما میتونیم که قهرمانی های بیشتر و بیشتر را حاصل کنیم. درست. و فعلا تمامی مصرف ها را خانواده هایشان فکر کنم میکنن. تماما مصرف ها را فعلا هر بازیکن از طرف خانواده خود تامین میشه. درست. یا ما چیزی که در کلاب در توان ما در وسط توان ما است، ما از طریق کلاب خود همکاری میتونیم امرای بازیکنان خود همکاری میکنیم. سیال خان خودت کی تشویق میکنه و کی حامیت است؟ مرا تشکر به استاد مسیولا رقی و استاد فرادالله که در بخش گلکیپری مرا خیلی تشویق کرده است. و در حامید در خانه کی است کی تشویق؟ در خانه تشویق خاص ندارم، خب بازم تشکر به مادر و پدرم خود تشویق میکنم. درست. و درس های تخوید آمه میتی صنف چند رستی؟ صنف 9. صنف 9. نام خدا چند رستی سیال خان؟ اول. نام خدا. استاد این بازیکنایتان در ضمن نزدیک استعدادهای خوب در بخش فوتبال دارن، نام خدا در صنف های درسی هم رزمنده هستند و اول هستند. بسیار خوب. یک گپ دیگه نگفتن امانه، ما در پولی ازی که تمرین فوتبال میتیم، ما درس فوتبال هم میتیم، ما مسلکی پیش میریم. البته در افغانستان شاید بسیاری گپ کم جای کم باشد چون همچون اکادمی های ما درس هم تئوری داریم هم عملی داریم. زمانی که ما تمرین میتیم، اما تو درس میتیم، اما تو انگیزه میتیم، نه تنها که ما در بخش فوتبال خود بیم بازیکن خود تشویق کنیم که تو به یک جای برسی یا نتیجه بگیری، همچنان در درس که همکاری میکنیم، اما هماهنگی میکنیم که تو باید نتیجه مثبت داشته باشه. درست. دیگه بازی‌ها واره در رشته فوتبال هم یا قرنطین میشن بازیکنایتان؟ خب حقیقتش این است که در افغانستان هم چه گپ تنها در مسابقات ملی است که سفر میرن بازیکن‌ها، سر سفر میباشه قرنطین میشن. اما در این مسابقات که ملی نیست، سفر خارجی ندارن، مسابقات در سطح خود ولایت برگزار میشه، در اینجا تیم‌ها قرنطین نمیشن. اما درباره رژیم‌های غذایی همیشه برشان صحبت‌های خود داشتین؟ بله آقا. چی پیشنهاد میکنین به بازیکن‌ها که خصوصا کسایی که رشته فوتبال است استفاده کنن در بخش رژیم غذایی خود؟ خب بعضا ما که تمرین میکنیم قبل از تمرین به بازیکنان خود میگیم که غذای سنگین استفاده نکنه. درست. اما بعد از تمرین یا میتونن که با یک مکرونی بسیار خوب، بسیار یک چیز اقتصادی است در این شرایط که لگی جرم کرده میتونه استفاده و آماده کردنش آسان است نه؟ بله. و مرغ بسیار یک چیز خوب است، تخم مرغ هم چیزا بسیار برای خوب است. درست. و کسایی که فعلا ما را از پرده تلویزیون میبینن و علاقمند هستند که اطفال خود یا پسرای جوان خود بر بخش فوتبال بیاره، شما چی پیام دارین؟ شما چی کمک کرده کتشان میتونین؟ خب ما در خدمت تمام مردم افغانستان هستیم که یا میتونن اطفال خود به ما بیارن، ما بتونیم که سبا روز باعث افتخار فرزند از یا شویم، فرزند از یا باعث افتخار فامیل خود شوند و بتونن که به تیمای ملی را پیدا کنن و سفرها را برن و به افغانستان عزیز ما قهرمانی کسب کنن. نام خدا بسیار خوب. میایم سیال خان پیامش میگیریم. سیال خان پیام چی است؟ پیام می است که کوشش کنید هرچی باکر است، هیچ وقت استفاده ندید. بشک. استاد کدام سوال من پرسیده باشم و در دلتان است که امروز در خدمتتان است. تشکر، بخیر سلامت باشید. تشکر از عزیزان که دعوت ما را قبول کردید. تشکر از شما، بخیر سلامت باشید.